حالت سیاسی جهانی و آسیای مرکزی. یگان شبهه نیست که هم تاریخچیان ازبک و هم تاجیک عملیات دولتسازی و ملتسازی بولشویکان روس را به اینابت میگیرند و عملیات ملتسازی و دولتسازی آنها را چون سرچشمه های تاریخی نوی آسیای میانه می حسابند. لیکن برای بروند سیاسی آسیای مرکزی سالهای 20 عصر 20 سرفهم رفتن باید به مناسبت دو ابرقدرت به هم ضد روسیه و انگلیا دقت جدی دهیم. حرکت انگلیا و روسیه برای به مستملکه تبدیل دادن آسیای مرکزی از میانه های عصر 19 سر می شود و بعد به سر دولت آمدن بولشویکان تحت راهبری لنین به مرحله نو می گذرد. هجوم لشکر سرخ سال 1919 در پولشا فرو می پوشد و به فرمان لنین تمام کوشش بولشویکان برای ضبط آسیای مرکزی روانه کرده می شود. برای دست انگلیس ها ناافتادن امارت بخارا باید آن را سرنگون می کردند. برای این عملیات را گذرانیدن در تاشکند تمام پانتورکان و قسم از جدیدان آن دوره در تحت راهبری فیض الله خوجه بخارایی که خودش تاجیک بود و خائن بود جمع می شوند و نقشه هجوم بخارا را می کشند. نقشه پانتورکان و پانوزبکان به نقشه بولشویکان روس یک می شود. از اهالی محلی برای روس‌ها خدمتگاران زیاد پیدا می شود و برای نائل شدن به ثروت با هر راه به بولشویکان همکاری می کردند و روس‌ها نیز از اشرافان ترک برای خود شریک را می جستند که بر ضد دولت تاجیکان روانه شده بود. عجایب آن بود که بایهای ترک همش در یک زمان کمونیست و بولشویک می شوند. بعد سرنگون شدن دولت تاجیکان، پانتورکان برای پایدار نمودن دولت نوی ترکستان شروع می نمایند که به منفیت روس‌ها نبود و بنابر همین روس‌ها باز لایحه تقسیم کنی ترک‌ها را پیشکش می نمایند. اما برای روس‌ها در آسیای مرکزی باز یک ملت دیگر بود که از تمام ترکان آن دوره سرشمار بود و یک عامل ناامنی امپرای بولشویکان روس گردیدنش ممکن بود. بنابر همین بولشویکان با تمام نام این مردم را از روی خط اهالی آسیای مرکزی میگیرند و در تمام حجتها تنها ازبکان، ترکمنها و قزاقها را نام میبرند. بولشویکان عاید به تاجیکان می دانستند، به آنها برتالد و دیگر عالمان روس معلومات می دادند، اما این معلومات ها برای روس ها ضرور نبودند. منفیت امپرای بولشویکان روس آن بود که تمام تاجیکان را زیر فشار نگاه داشته مقاومت آنها را سست نمایند. بنابر همین در دست روس ها یگانه اسلحه را تاجیکان ازبک شده اجرا می کردند. برای سرنگون کردن مقاومت تاجیکان باید تمام زیاییان و روشنفکران تاجیک را نیست می‌کردند. برای این عمل بهانه پیدا می‌شد که گویا روس‌ها آزادی را برای مردم مهنتکش می‌آورند و تمام بسمجی‌ها را باید نیست نمود. بیهوده نیست که همان دوره اکثریت زیاییان تاجیک بسمجی می‌شوند و مورد تعقیب و تهدید قرار گرفته و به قتل رسانیده می‌شوند. ما نباید در عملیات سیاسی روسیه و انگلیا تنها پانتورکان را گناهکار حسابیم. دیگران را گناهکار کردن آسان است. پیش از همه آن تاجیکان را باید گناهکار حسابیم که در دست بولشویکان روس همچون آلات خدمت کردند. خلق ازبک این خلق کوچمنچی بود که با تاجیکان در طول 500 سال مناسبت‌های گوناگون داشتند و قریب تمام مدنیت ما را پذیرفتند. در زبان خود نیز بسیار کلمه های تاجیکی دارند. در اول عصر 20 ازبک ها نسبت به تاجیکان کمتر بودند. تنها بعد سال 1926 با شرافت پانتورکان مقدار ازبکان زیاد کرده می شود و در آسیای مرکزی یک دولت کلان ترک زبان پیدا می شود که به سیاست امپرای بولشویکان روس خطری بزرگ می شود. برای سد راه باز این پانتورکان را گرفتن و موقع ازبکستان را سست نمودند، روس‌ها به هیئت تاجیکستان ولایت سغد را همراه می کنند و تاجیکستان جمهوری علاهیده می شود، از ازبکستان مستقل می گردد.
با گاگای پانتورکیست در یک نقطه راضی شدن ممکن است. روس‌ها خواستند دولت تاجیکان را تأسیس دهند و ولایت امروزه سغد را به هیئت تاجیکستان همراه نمایند و به همین عمل تاجیکستان را همچون پارسنگ ضد ازبکستان گذارند. اما گاگا عقلش هم نمیگیرد که روس‌ها اول دولت ازبکستان را به طور صنعی ساختند که به واسطه آن تاجیکان را زیر فشار نگاه دارند. خود قضاوت نماید که تاجیکان در سال 1911 تنها در امارت بخارا از 2,100,000 زیاد بودند. ازبک ها 535,000، قرغیز ها 202,000، ترکمن ها 249,000 بودند. سال 1926 تمام سردها که تاجیک بودند در یک لحظه ازبک می شوند. آنچه که سردها تاجیک بودند باید از قزاق‌ها مثال بیاریم و در اشعار ابی موننبی نظر کنیم. وی هم در زیر مفهوم سرد تنها تاجیکان را میفهمید. روس‌ها به تاجیکان در حدود قلمرو تاجیک نشین برای تشکیل دولت خود امکانیت ندادند، چون بیرون از مرز امپرای روسیه در خراسان قوه‌های مبارزه برابری عالم خان و تاجیکان آن طرف که از طرف انگلیس دستگیری می‌یافت بودند. اگر دولت تاجیکستان در حدود آن سرحدی که اهالی تاجیک نشین داشت تشکیل می‌کرد، در هیئت وی نه تنها ولایت مختار ازبکستان تأسیس داده می‌شد، باز خود تاجیکستان و یکی از دولت‌های قدرتمندترین آسیای مرکزی با دو پایتختش سمرقند پایتخت اقتصادی و بخارا پایتخت سیاسی تبدیل می‌گشت. کمیسر کارهای خارجی روسیه شوروی چیچرین سال 1922 چنین لایحه را ترتیب می‌دهد که در اساس آن لایحه ازبکستان یکی از ولایت‌های مختار در هیئت تاجیکستان نشان داده می شود، اما در حاکمیت مرکزی این لایحه پرره رد کرده می شود و به جای آن لایحه پانتورکستان عملی می گردد. اگر تاجیکان دولت عظیم را تشکیل می‌دادند، در مبارزه روسیه و انگلیه می‌توانستند قوه‌های ضد شوروی گردند. بولشویک‌ها و پانتورکیست‌ها دانسته و مخصوص سمرقند و بخارا را به هیئت تاجیکستان ندادند، زیرا نفوذ دولت تاجیکان نیرومند می‌گردید. بنابر همین با واسطه دادن ولایت سغد به تاجیکستان هم احوال ازبکستان مرکب می‌گردید، چون برای رفتن به ولایت‌های اندیجان، نمنگان، قوقند و فرغانه و مرغیلان باید از داخل ولایت سغد گذرد. تاجیکان را نیز به واسطه دادن ولایت سغد کمتر هم باشد آرام کردن می‌خواستند. شهر سمرقند و بخارا مخصوص در هیئت ازبکستان ماندند که دائم بین این دو دولت مناقشه‌های گیوسیاسی موجود باشد که حل آن یافت نشود و دائم روسیه بین آنها داور ماند. پرینسیپ امپرای بولشویکانی روس در مثال مناسبت تاجیکستان و ازبکستان مثل پرینسیپ امپرای ریم قدیم می‌گردد: تقسیم کن و اداره کن.